خیلی تو جامعه ما داره دروغ گفته میشه و دروغ بیچاره میکنه یه جامعه رو. دروغ جهنم تاریکیه، ولی متاسفانه تو جامعه ما شده جزء عادی ترین مسائل. چرا دروغ میگی؟ کی به ما مجوز داده انقدر دروغ بگی؟ تو بازار میری دروغ میگن، تلویزیون رو وا میکنی دروغ میگه، روزنامه میخونی دروغ میگه. میشه بگید این همه دروغ تو این مملکت چیکار میکنه؟ آقا رو آوردن پشت تلویزیون، ما یارانه انصراف میدیم. برو خجالت بکش. تو چند میلیارد وام 4% گرفتی؟ دروغ. تو چقدر پول بیت المال مردم خوردی؟ پول در پارو بالا میره از وامی که از بیت المال مردم گرفت. کلی جوون موندن برای 2 میلیون وام نگرفتن، تو میلیاردی وام گرفتی، رانت گرفتی. اومدی میگه انصراف میدم یارانه. خجالت نمیکشن اینا؟ با وزیر مصاحبه بکن، من یارانه نمیگیرم. نه بیا بگی. میشه بگی حقوقت چقدره؟ میشه حقوقی تو آقای وزیر میشه نشون بدی؟ میشه بگی آقازادت تو کدوم کشور خارجی درس میخونه؟ میشه بگی تابعیت کجا رو داری؟ خجالت نمیکشن اینا انقدر دروغ میگن. صبح تا شب کارگر به من زنگ زده، حاج آقا شرعا اشکال نداره بگی 2 تا قبض آب و برق برات میاد بهت میگم چه خبر میشه. چرا دروغ میگن اینا انقدر؟ طرف تو قم نشسته میگه نصف مردم نیاز ندارن یارانه. تو با مردمی اصلا مجلسی که تصویب کرده 600,000 تومان حقوق کارگر رو غلط میکنه، میگه انصراف بدید از خود نماینده‌اش با حقوق میلیونی دارن یارانه میگیرن. چرا انقدر دروغ میگن اینا به مرد؟ آدم خجالت میکشه بگه این صدا سیمای ایران یه هفته از تلویزیون ما داره دروغ میگه راجع به یارانا. چرا دروغ میگید به مردم؟ غلط میکنن دروغ میگن. وزیر رو آورده میگه انصراف میدم، تو غلط میکنی. چرا دروغ میگی به مردم؟ 240,000 تا شهید ندادیم دروغ بشنویم از تلویزیون. رفته با کارخونه دار صحبت میکنه. کارخونه دار چقدر وام گرفته قسطش عقبه. این بدهکاری بانکی که ما داریم پدر اقتصاد ما رو درآورده. چند نفرم بده ایشونو ندادن؟ 30 نفرن اون کلانی که پولای میلیاردی گرفتن ندادن. جوونای ما واسه 2 میلیون وام گرفتارن. اونایی که میلیاردی وام گرفتن نمیرن قسط بدن چند نفرن اونا؟ برو یقه اونا رو بگیر. خیلی تو جامعه ما داره دروغ گفته میشه. کوروش کبیر مال 2500 سال پیشه. نمیشه خدای مملکت من از دروغ حفظ کن. کلامی پستر از دروغ نداره. حالا دروغ چیه؟ 1 خلاف واقع حرف زدن دروغ. 2 بعضی وقتا سکوت دروغه. ظلمو با چشاش میبینه سکوت میکنه. چرا سکوت میکنه؟ برای منافعت. داری دروغ میگی. بعد دروغ از آدم چی درست میکنه؟ آقایون گناه کثیفیه دروغ. ظلم بزرگیه دروغ. گناه کثیفیه دروغ. بزرگترین دروغ اینه که ما به خودمون میگیم مسلمان.